Səməd bir mahnıdır Araz mahnısının. دوم تیر سالروز تولد صمد بهرنگی نویسنده، مترجم، شاعر، محقق، آموزگار و منتقد سیاسی و اجتماعی. صمد معلمی بود که در رسالت بیداری کودکان مصر بود. زندگی 29 ساله کوتاه اما مؤثر و ماندگاری داشت. او اسطوره تعهد و مقاومت بود و خود را به مقام و ثروت نفروخت و نتوانست وابستگی به حکومت را بپذیرد. کتاب‌ها و مقالات بسیاری از وی به جا مانده است. ماهی سیاه کوچولو، افسانه‌های آذربایجان، حرف از معلمی که می‌شود نام صمد بهرنگی در ذهن تداعی می‌شود. صدای صمد هنوز هم از کلاس‌های درس توفارگان، ممقان و قاضی جهان به گوش می‌رسد که می‌گوید آیدın gelecek. Arasından kim geçti? Kim gərq oldu, kim keçdi? Səmədi sən